حریفای ما کم رنگ هستند نه کم پای. متاسفانه ما با بوکسر میمانیم که در رنگ بر آمدیم. سر 16 تا گروه دیگه صدا میکنیم که در این وزن کسی هست که بیاید داخل مسابقه. همه دور رنگ تمرین میکنن و داخل نمیشن از ترس. نه یعنی شما بگین رقیب ندارین؟ ما تقریبا ما حالت همه تو میبینم، چرا که ما اسم نمیبرم. یکی از تکت ها با تمام عطش و عشق که به انتخابات دارن سر چاپ پوستر خود به توافق نمیرسن که فلانی خان در کدام گوشه پوستر باشه، فلانی خان در کدام گوشه باشه. خب گپی نیست که انتخابات شور و شف نداره. اینا فکر میکنن که باز ما میخوایم یک اصطلاح ورزش بوکس استفاده کنم، اگر ما در این رنگ بالا شویم ناکاوت میشیم. به اون خاطر انتخابات وجود داره، میشه 100% میشه، شک وجود نداشته باشه. من خواهش میکنم از تمام تیکت های محترم که خود ثبت کردن، اگر فکر میکنن که با ما تنهایی مقابله کردن نمیتونن، کلش یک جای شود، همون 16 تا دیگه یک تیکت بسازن.